إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس به فرمان الله آنها را شکست دادند و داوود جالوت را کشت و الله فرمان روایی و نبوت را به او بخشید و از آنچه می‌خواست به او آموخت. و اگر الله بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر نمی‌راند قطعاً زمین تباه می‌گردید، ولی الله بر جهانیان فضل و بخشش دارد. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها آیات الله است که ما آن را به حق بر تو می‌خوانیم و به راستی تو از پیامبران هستی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. این پیامبران که نام برخی از آنان گذشت بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. از بین آنان کسی بود که الله با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد. و به عیسی پسر مریم نشانه‌های روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. و اگر الله می‌خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه‌های روشن که برایشان آمد با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، ولی آنان با هم اختلاف کردند. پس برخی از آنان ایمان آوردند و برخی از آنان کفر ورزیدند. و اگر الله می‌خواست با هم جنگ نمی‌کردند، ولی الله آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروشی است و نه دوستی و شفاعتی و کافران همان ستمکارانند. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. الله معبود بر حق است و هیچ معبودی به حق جز او نیست. زنده و جهان هستی را نگهدار و مدبر است. نه چرت او را فرا گیرد و نه خواب. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ گذشته و آینده ایشان را می داند و آنان به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابند. کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آن دو بر او گران و دشوار نیاید و او بلند مرتبه و بزرگ است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. در قبول دین هیچ اجباری نیست. به راستی که راه راست و هدایت از راه انحراف و گمراهی روشن شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به الله ایمان آورد، به راستی که به محکمترین دستاویز چنگ زده است که هرگز نخواهد گسست و الله شنوای داناست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله یاور و کارساز کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میبرد و کسانی که کافر شدند کارساز و یاورشان طاغوت است که آنان را از نور ایمان و علم به سوی تاریکی های کفر و نادانی بیرون میبرد. آنان اهل آتشند و در آن جاودانند. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا داستان کسی را که از سرمستی آن که الله به او ملک و مکنت بخشیده بود و با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله می کرد ندانسته ای؟ هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند. نمرود گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت الله خورشید را از مشرق می آورد، پس تو آن را از مغرب بیاور. در اینجا آن کسی که کفر ورزیده بود مبهوت شد و الله قوم ستمگر را هدایت نمی کند. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. یا همانند آن کسی که بر دهی گذشت که سقف‌ها و دیوارهایش فرو ریخته بود. در دل گفت چگونه الله اهل این دیار را پس از مرگشان زنده می کند؟ پس الله او را به مدت 100 سال میراند، سپس زنده کرد و به او گفت چه مدت در این حال مانده ای؟ گفت 1 روز یا بخشی از 1 روز در این حال مانده ام. فرمود چنین نیست، 100 سال در چنین حالی مانده ای. به خوردنی و نوشیدنیت بنگر که با گذشت زمان دگرگون نشده است و به درازگوش خود بنگر که چگونه متلاشی شده است. ما چنین کردیم تا به تو پاسخ گوییم و تو را نشانه ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم. اکنون به استخوان‌های او نگاه کن که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم، سپس گوشت بر آن می پوشانیم. پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد گفت میدانم که الله بر هر چیزی تواناست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به یاد بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت بله، ولی می خواهم که قلبم آرام بگیرد. فرمود پس 4 پرنده بگیر و بکش و پاره پاره کن و در هم بیامیز، سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را بگذار، آنگاه آنها را بخوان، خواهی دید که شتابان به سوی تو می آیند و بدان که الله توانمند حکیم است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. مثل کسانی که اموال خود را در راه الله انفاق می کنند همانند دانه است که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و الله برای هر کس که بخواهد پاداش را چند برابر می کند و الله گشایشگر داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموالشان را در راه خدا می بخشند و به دنبال بخشش خود منت و آزاری در میان نمی آورند، پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده در برابر نیازمندان و گذشت از اصرار و تندی آنان
بهتر از صدقه است که آزاری به دنبال آن باشد و الله بی‌نیاز بردبار است. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنید، مانند کسی که مالش را برای نمایش دادن به مردم انفاق می کند و به الله و روز قیامت ایمان ندارد. پس مثل او همچون مثل سنگ صافی است که بر روی آن اندکی خاک نشسته باشد. آنگاه باران تندی به آن برسد و همه خاکها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنان از آنچه که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و الله گروه کافران را هدایت نمی کند. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر. و مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خوشنودی الله و به خاطر یقین و باوری که در دلهایشان به پاداش الله دارند انفاق می کنند، همچون بوستانی بر تپه است که رگباری بر آن ببارد و میوه‌هایش را 2 چندان بار آورد و اگر رگباری هم به آن نرسد باران سبک نیز برای ثمر دادنش کافی است و الله از آن چه می کنید آگاه است. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها جویبارها روان است و هر گونه میوه برایش به بار آورد؟ و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی خردسال و ناتوان دارد ناگهان گردبادی آتشین در آن زند و همه باغ بسوزد؟ حال کسانی که صدقه های خود را با منت و آزار و ریا باطل می کنند نیز چنین است. الله بدین گونه آیات خود را برای شما روشن می سازد. باشد که بیندیشید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید،
از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما برآورده ایم انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک آن نروید، در حالی که آن را اگر به خودتان میدادند جز با چشم پوشی و بیمیلی نسبت به آن نمیپذیرفتید و بدانید که الله بی‌نیاز ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به هنگام انفاق می ترساند و وعده تهیدستی می دهد و شما را به زشتی ها امر می کند، ولی الله از جانب خود به شما وعده آمرزش و فزونی نعمت می دهد و الله گشایشگر داناست. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. الله به هر کس که بخواهد حکمت و دانش می‌دهد و به هر کس حکمت داده شود بیشک خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان پند نمیگیرند. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. هر چیزی را که انفاق کنید یا هر نذری که عهد کنید قطعاً الله آن را می‌داند و ستمگران هیچ یاوری ندارند. ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر صدقه ها را آشکار کنید چه نیکوست و اگر آنها را پنهان دارید و به تهیدستان بدهید برایتان بهتر است و برخی از گناهان شما را میزداید و الله به آنچه میکنید آگاه است. لیس علیک هداهم ولكن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنان بر عهده تو نیست، بلکه الله هر که را بخواهد هدایت می کند و آنچه از مال انفاق می کنید به سود خودتان است و جز برای خوشنودی الله انفاق نکنید و آنچه از مال انفاق می کنید پاداش آن به طور کامل و تمام به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقات شما برای تهیدستانی است که خود را وقف جهاد در راه الله کرده اند و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خویشتنداری افراد ناآگاه
آنان را بی نیاز میپندارند. آنها را از چهره‌هایشان میشناسی. با اصرار چیزی از مردم نمیخواهند و آنچه از مال انفاق میکنید قطعاً الله از آن آگاه است. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است. نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که ربا میخورند روز قیامت از قبر بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند. این بدان سبب است که آنان گفتند داد و ستد نیز مانند رباست، در حالی که الله داد و ستد را حلال و ربا را حرام نموده است. پس هر کس که از جانب پروردگارش پندی به او برسد و از رباخواری دست بردارد، آنچه گذشته و سودهایی که قبل از نزول حکم ربا دریافت کرده از آن اوست و کارش به الله واگذار می شود. و کسانی که به رباخواری بازگردند اهل آتشند و در آن جاویدان خواهند بود. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. الله ربا را نابود و بی برکت می گرداند و صدقات را افزایش و برکت می دهد و الله هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و نماز بر پای داشته و زکات پرداخته اند، پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله پروا کنید و اگر مؤمن هستید آنچه را که از مطالبات ربا باقی مانده است رها کنید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر چنین نکردید بدانید که الله و رسولش با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم می رود. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. و اگر بدهکار تنگ دست بود تا هنگام گشایش و توانایی او را مهلت دهید، و اگر توانایی پرداخت نداشت بخشیدن آن بدهی برای شما بهتر است اگر بدانید. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. از روزی بترسید که در آن به سوی الله بازگردانده میشوید، سپس به هر کس پاداش آنچه انجام داده تمام و کمال داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به همدیگر وامی یا معامله نسیه‌ای انجام داده اید که سررسید معینی داشت، آن را بنویسید و باید نویسنده ای آن را بر اساس عدالت بین شما بنویسد و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن آن خودداری کند، همان گونه و به شکرانه آن که الله به او آموزش داده است. و کسی که وام بر عهده اوست باید املا کند و او بنویسد و باید از الله که پروردگار اوست بپرهیزد و از آن چیزی نکاهد. پس اگر کسی که وام بر عهده اوست سفیه یا ناتوان است یا خود نمیتواند املا کند، باید سرپرست او با رعایت عدالت املا کند و 2 شاهد از مردانتان را گواه بگیرید. اگر 2 مرد نبودند، 1 مرد و 2 زن از میان گواهانی که به عدالت آنان رضایت دارید گواه بگیرید، تا اگر یکی از آن 2 زن فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند. و هنگامی که گواهان را برای ادای شهادت دعوت می کنند، نباید از آمدن خودداری کنند،
و از نوشتن بدهی تا سررسیدش چه کوچک باشد چه بزرگ ملول نشوید. این کار در نزد الله به عدالت نزدیکتر و برای گواهی دادن استوارتر و برای آن که دچار شک و تردید نشوید بهتر است. مگر اینکه داد و ستدی نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید، در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. و هنگامی که داد و ستد نقدی کردید گواه بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد رنج و زیانی برسد. و اگر چنین کنید بیشک بیانگر نافرمانی شما خواهد بود و از الله پروا کنید و الله آنچه که برای شما مفید است به شما آموزش می دهد و الله به همه چیز داناست. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید پس چیزی گرو بگیرید. و اگر کسی از شما دیگری را امین دانست و چیزی گرو نگرفت پس آن کس که امین شمرده شده باید امانت و بدهی خود را بازپس دهد و باید از الله که پروردگار اوست پروا کند و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند بیشک قلبش گناهکار است و الله به آنچه می کنید داناست. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است. اگر آنچه را در دل خود دارید آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید الله شما را بر اساس آن محاسبه می کند. پس هر کس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و الله بر هر چیزی تواناست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول الله به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان نیز همگی به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش ایمان آورده اند و سخنشان این است که میان هیچ یک از پیامبرانش در ایمان به ایشان تفاوتی نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت تمام امور به سوی توست. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. الله هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند. آنچه از خوبی به دست آورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا اگر فراموش یا خطا کردیم ما را بازخواست مکن. پروردگارا بار گران و تکلیف سنگین بر دوش ما مگذار، چنان که آن را بر دوش کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا آنچه که تاب تحملش را نداریم بر دوش ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم فرما. تو مولا و سرور مایی، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. إن هذا القرآن يهدي للتي